سلام و شب خوش. انصاف علی هدایت هستم و با بخش خبری خیلی کوتاه امشب در خدمت شما هستم. بنا به اخبار رسیده از آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان، نیروهای ملی آذربایجان تصمیم گرفتند که از فردا شنبه هر روز از ساعت 5 شب به بعد در همه خیابان‌های شهر و کوچه‌ها دست به اعتراض و نمایش‌ها بزنند، ولی شعارهای آنها با شعارهای تهران و دیگر نقاط ایران متفاوت خواهد بود. آنها اعلام کرده‌اند که ما با خواستهای ملی آذربایجان و در منافع ملت آذربایجان به خیابان‌ها خواهیم آمد و اعتراض خود را به دولت و سیاست‌های آن به نژاد پرستان ایرانی اعلام خواهیم کرد. در این راستا گفته میشه که این حرکتی که مردم عرب در فلاحیه و همچنین در ایزه انجام داده اند و شهرها، این دو شهر، یکی میدونید ایزه 503,000 جمعیت داره و شادگان یا فلاحیه حدود 300,000 نفر جمعیت داره. این دو شهر رو مردم از دست پلیس گرفتن. این باعث شده که ایران بتونه برای سرکوب این ملتی که حق استقلال خواهی رو برای خود قائل بودن و شهرهاشون رو از دست پلیس آزاد کردن، از شهرهای مختلفی که الان ساکت هستند نیرو جمع کنه و اونها رو ببره سرکوب بکنه. آذربایجان در حمایت از این دو شهر و علل خصوص در حمایت از حقوق قانونی و حقوق بشری خودش، حقوق ملی خودش، تصمیم گرفته که از فردا هر روز از ساعت 5 به بعد بیاد در خیابانها و شعارهای ملی خودش رو سر بکشه. فعالان ملی اعلام کردن که لازم نیست که مردم در یک نقطه از شهر متمرکز بشن. در این صورت پلیس میتونه با جمع کردن، یعنی نیروهای سرکوب میتونن با جمع کردن عوامل خود اون یک منطقه رو در اعتراضهای در درون یک منطقه محدود رو سرکوب بکنن و مردم رو پراکنده سازن. ولی اگر مردم، هر کسی در محله خودش، در منطقه خودش دست به اعتراض و نمایش بزنه، اولا همدیگر رو میشناسید، میتونید در موقع لزوم به منزل هم پناه ببرید، منطقه رو میشناسید، میدونید کجا میشه رفت، کجا میشه قایم شد، کجا میشه با پلیس درگیر شد، چجوری میشه از امکانات محلی و بومی بر علیه خشونت پلیس استفاده کرد. و در این حال این باعث میشه که نیروهای پلیس نتونه با تعداد اندکی مجموعه بیشتری رو بترسونه. در نتیجه مجبور هستن که تمامی نیروهاشون رو در سطح شهرهای کوچک و بزرگ پخش بکنن که نمیتونه حتی برای هر 10,000 نفر یک پلیس هم نمیرسه. به همین منظور از دوستان و از تمامی فعالان ملی خواسته میشه که هر کسی در محله و منطقه خودش بیاد بیرون، خواستهای خودش رو علنی اعلام بکنه و شعارهاشون رو سر بدن. از اجتماع در تا اونجایی هم که میتونن گفتن که مردم بر نگردن شب خونه، تلاش بکنن تعداد زیادی در شبها رو هم در پشت بامها، در خونه ها، در کوچه ها بمونن، در کوچه ها بمونن و اعتراض بکنن تا به پلیس اجازه استراحت ندید، نیروهای سرکوب نتونن استراحت بکنن. در نتیجه اونها بعد از 24 ساعت بیخوابی فرسوده میشن و نمیتونن عکس العمل خوبی داشته باشن و در مقابل عصیان ملت کم میارن. در نتیجه باید با هم متحد بود، به خیابانها آمد و اجازه نداد پلیس، نیروهای سرکوب بسیجی یا سپاهی یا هر چیز دیگری بتونن تجدید گواه بکنن. باید اونها رو خسته و فرسوده کرد و اونها رو از میدان به در کرد. من در همینجا این خبر رو به پایان میبرم. با بخش دیگری خبر در خدمت شما خواهیم بود. شب خوش.